آقا سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی ممنون از لطف شما. خدا حفظتون کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. و با سلام و درود به یکایک شما عزیزان. عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات که در محضر قرآن و حضرت هستیم خاضعانه از درگاه با عظمت او تقاضا میکنیم. ما تاریخ انسان در قرآن رو عرض کردیم. تاریخ بشریت از حضرت آدم شروع شد. حضرت آدم دوره ای رو در بهشت گذراندند. قبلا عرض کردیم که علت تشکیل زندگی دنیا از نظر قرآن آزمون و آموزشه. خب چرا؟ فرشتگان گفتن که این بشری که تو میآفرینی هم تسبیح و تقدیس میکنه هم فساد و سفک دماء. خب ما که تسبیح و تقدیسشو داریم، فساد و سفک دماء رو نداریم. خداوند فرمودن رمزی است در این آفرینش که من میدانم شما نمیدانید. این رمز رو باز کردن، بعد الان در قرآن برای ما روشنه و او این است که خداوند موجودی آفریده، هم ابعاد نورانی در وجودشه، گرایش های نورانی، هم ظلمانی. سر دوراهی قرار میگیره. یک راه خواسته دل، یک راه رضوان خداست. باید انتخاب کنه رضوان خدا رو و این عبادت بزرگی است که انسان پا رو نفسش بذاره. دوره دنیا اصلا هنرش همینه. وگرنه اگر فقط تسبیح و تقدیس بود ملائکه بودن، ما هم همون مدلی میآفرید. ما را آوردن تو دنیا که در معرض آزمون باشیم. صریح آیات قرآن لیبلوکم، برای همینه. خب حضرت آدم رو در بهشت براش دوره آزمون قرار دادن، نشد و فرمان حبوط صادر شد. ما را آوردن تو دنیا، ما رو پشت پرده از ما امتحان میگیرن، اما یه پوان هم به ما میدن. میگن اگر هر چه اشتباه کردید برگردید کار رو از نو بگیرید میپذیرید. و خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. گفتیم امتحان، اما این امتحان با غفران همراهه. از هر جا برگشتین خدا هم لطفش رو به شما برمیگرد. این زندگی دنیای ماست. خب در چهارمین خطابی که به بنی آدم شد در سوره اعراف فرمودن که یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم. هر وقت رسولان ما به سوی شما آمدن، یتلون علیکم آیات ربکم یقصون علیکم آیاتی، سوره اعراف این. آیات من رو بر شما خوندن، احکام من رو، کتاب من رو به شما ارائه کردن. شما استعداد پذیرشش رو دارید، استعداد پشت پا زدن هم دارید. هر دو تمایل در شما هست. هم تمایل سیر به سوی رضوان الهی در شماست، هم شهوات نفس در شماست. باید انتخاب کنید. اونایی که این طرف رو انتخاب کنن به اوج و عظمت میرسن. اونایی که اون طرف رو انتخاب کنن در حضیض ذلت. خب این اعلام شد. ظاهر این آیه این است که اما یأتینکم، بعدن حالا شما اومدید رو زمین، بعدن برای شما رسولانی خواهد آمد. البته میشه خلاف اینم معنا کرد، ولی خب اون تبادر اولیه اینه بزه. گویا از حضرت آدم تا حضرت نوح یه فاصله است. خیلی هم دور نیستن. حضرت نوح نزدیک به حضرت آدم. اتفاقی که افتاده اینه که یه فترتی ای وسط حاصل شده. به این معنا که حضرت آدم که اومدن برای بچه های خودشون برنامه ای داشتن. بعد در بعضی از تفاسیر هم اشاراتی داره. اینا دیگه متوقف شده تا زمان حضرت نوح. در آیه 13 سوره بقره قرآن مطلبی رو بیان میکنه که در ذیل این مطلب هم روایاتی هست، هم مفسرین بحث کرده.
آیه 213 سوره بقره اینه که این میاد جزو تاریخ زندگی انسان. قبل از حضرت نوح مردم هدایتی نداشتن، این مقدارش روشنه. حالا نظرات مختلفی هست که من اشاره میکنم. قرآن شریعت رو از حضرت نوح شروع میکنه. در آیه 13 سوره شورا میفرماد که شرع لکم من الدین، خداوند دین رو برای شما تشریع کرد. ما وصی به نوحا، اولین کسی که شریعت آورد نوح بود. والذی اوحینا الیک، و این شریعت و قرآنی که به تو وحی کردیم. و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، و 3 رسول الهی بین این 2 رسول هستند، ابراهیم، موسی و عیسی سلام الله علیهم اجمعین. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. خب آیه 213 سوره بقره بحثی رو مطرح میکنه. این در نگاه تاریخی نکته قابل توجهی است. میگه کان الناس امة واحده، مردم امتی یک پارچه بودن. یعنی یه دست معناش خوب و بد نیست، بر یک روش بودن. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. پس خداوند، یعنی بعد از اینکه مدتی اینا یک دست بودن، انبیا رو خدا فرستاد که بشارت بدهند و انذار کنند. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. بعد در ادامه آیه میفرماد که مردم با اومدن انبیا 2 دسته شدن. یه دسته به راه اینا اومدن، یعنی از اون یک پارچگی بیرون اومدن. در ذیل این آیه ما روایاتی داریم که حالا من یه روایتش رو عرض میکنم. این در جلد 11 بهار صفحه 10 میفرماد که روا اصحابنا عن الباقر علیه السلام. مرحوم مجلسی میگن اصحاب ما یعنی علمای شیعه از امام باقر علیه السلام نقل کردن انه کانوا قبل نوح امة واحده. کانوا قبل نوح امة واحده. قبل از نوح یک امتون واحده، یه امت واحده‌ای بودن. علی فطرت الله، بر فطرت خدا و همون خلقت خودشون زندگی میکردن. لا مهتدین ولا ضلالا، نه هدایت یافته بودن چون هدایتی در دست نداشتن، ولا ضلالا، نه خیلی گمراه چون گمراهی شدید مال موقعی است که پیغمبر بیاد پا روی احکام الهی بگذاره. این گمراهی خیلی شدیده، وگرنه تا پیغمبر نیومده سردرگمن، اما ضلال که مبالغه از ضلالت باشه نیستن. به اصطلاح خیلی سردرگم نبود. فبعث الله النبیین، سپس خداوند پیامبران رو فرستاد. بعد توضیح میدن که بر اساس این مردم به عقل خودشون عمل میکردن، مثل دنیای غرب امروز که اونایشون که با انبیا کار ندارن، منتها با این تفاوت که اینا هدایت انبیا بهشون رسیده زیر بار نمیرن، اونا اصلا نداشتن یه چنین چیزی رو. در ذیل این باز هم حدیث هست، هم مفسرین نظراتی هم دارن که خب چطوری میشه قبل از حضرت نوح هیچ هدایتی وجود نداشته باشه. کان الناس امة واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. مردم امتی یک پارچه بودن، خداوند پیامبران رو فرستاد که بشارت بدهند و انذار کنند. و انزل معهم الکتاب، همراه پیامبران کتاب رو نازل کرد. بالحق، و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. این کتاب الهی برای این بود که بین مردم حکم کند در مواردی که مردم با هم اختلاف پیدا میکنند. این حکم کردن هم در امور زندگی است که در آیه 25 سوره حدید دیدیم میفرماد قانون عدالت رو خدا باید نازل کنه.
بگن حق با تو یا با او، بر معیار قانون الهی. هم شاید حکم کند در اعتقادات حق و باطل که کدام فکر حق، کدام فکر باطله. الان کار قرآن اینم هست دیگه، ما باید از قرآن فکر حق رو پیدا کنیم، اگر فکری با قرآن نخوند کنار بزنیم. هم حکم حق رو پیدا کنیم، قانون حقیقت رو، معیار حق اونیه که خدا نازل کرده. بعد پیشگویی میکنه، میفرماد که و مختلف فیه الا الذین اوتوه، اما یه مدتی که گذشت در خود این شریعت الهی اختلاف کردن. کیا؟ کسانی که این شریعت بهشون داده شد، پیروان حضرت موسی در دین حضرت موسی، پیروان عیسی ابن مریم در دین او، پیروان پیغمبر اکرم در دین او و شریعت او اختلاف پیدا کردن. من بعد ما جاءتهم البینات، تازه بعد از آنی که دلایل روشن اومده که راه حق چیه. بغیا بینهم، به خاطر سرکشی، دو دستگی هایی که فهدی الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه من الحق باذنه، خداوند مؤمنین رو به حق هدایت میکند به اذن خودش، والله یهدی الی صراط مستقیم. در ذیل این الان این تفسیر کنز الدقایقه، در مال آقای محمد رضا قمی المشهدی در ذیل این روایاتی نقل کردن. یک روایت از روضه کافی اینجا نقل میکنن از علی ابن ابراهیم، میگه که یعقوب ابن شعیب میگه سئل ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل، از امام صادق سوال شد کان الناس امتا واحده، این آیه معناش چیه؟ مردم یک امت یه پارچه بودن. فبعث الله النبیین فقال کان قبل نوح، این ماجرا مال قبل از حضرت نوح. به اصطلاح امتون کان قبل نوح امتون زلال، یه امتی بودن سردرگم. فبدأ الله، خدا هدایت رو برای اونها آغاز کرد. فبعث المرسلین، پیامبران رو فرستاد. ولیس کما یقولون الی آخر. باز در همین تفسیر کنز الدقایق از تفسیر عیاشی نقل میکنه ان یعقوب ابن شعیب، باز همون راویه، میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم معنای این آیه چیه. فرمودن کان هذا قبل نوح امة واحده فبدأ الله فارسل الرسل، خداوند رسولان رو فرستاد. میگه اینا قبل از حضرت نوح در هدایت بودن یا ضلالت؟ میگه نه، ضلال بودن، علی ضلالته. بل کانوا ضلالا لا مؤمنین ولا کافرین، مؤمن نبودن چون شریعتی نیومده بود که ایمان بیارن، کافر نبودن چون ولا مشرکین، به اصطلاح چون کفر به شریعتی نداشت. خب اینجا یه سوال پیش میاد، هم این آیه همین روایات بالاخره چی میخوان بگن؟ چند تا نظر اینجا هست که البته خب بعضیش به هم نزدیک. یک نظر اینه که میگن حضرت آدم که اومد برنامه ای داشت برای فرزندان خودش تا حضرت شیس و صالح و اینا، بعد دیگه شرایطی پیش اومد، دشمنی هایی شد که اینا دیگه جرأت تبلیغ دین خدا رو نداشتن، تقریبا منتفی شد تا زمان حضرت نوح که اومد. یه نظره. یه نظر هم، حالا من فقط نقل نظر میکنم، بعضی احتمال دادن که نبوت از حضرت نوح شروع شده باشه و وقت اگر این باشه اون مشکل به اصطلاح تخلف حضرت آدم هم حل میشه، چون انبیا رو ما معصوم میدونیم. اون نبوت نداشته. اون نبوت نداشته. این یه نظره ها، البته این نظر خلاف مشهوره، من نمیخوام بگم این چنین بوده، که این نظر هم هست. قرائنی هم بر این نظر از قرآن عرضه میکنن. مثلا قرآن میفرماد که انا اوحینا الیک، خطاب به پیغمبر اکرمه، کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده، ما به تو وحی کردیم همچنانی که به نوح وحی کردیم و به نبیین بعد از نوح. خب آیا قبل از حضرت نوح انبیایی که بودن وحی نمیخواستن مثلا؟
میگم قرینه است تا دلیل قطعی روشن نیست، قرینه است. حالا اینم نظری است که البته حضرت آدم مصطفی بوده، برگزیده بوده. ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. ما از قرآن دلیلی بر نبوت حضرت آدم نداریم، هیچ صراحتی نیست. به این آیه بعضی‌ها استشهاد میکنن در سوره آل عمران که ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران، میگن استفای حضرت آدم به نبوت بوده. جواب میدن میگن نه، استفا لازمش نبوت نیست، خدا حضرت مریم رو هم برگزید. ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. یا آل ابراهیم و آل عمران که یه قوم برگزیده‌ای بودن، اینا که همه انبیا نبودن که. اینا به اصطلاح اینم یه نظری است که اصلا شریعت از حضرت نوح شروع شده. آیه 13 سوره شورا هم همین رو میگن. یا در آیات سوره اسراء فکر میکنم آیه 17 میفرماید که و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما تا رسولی نفرستیم قومی رو عذاب نمیکنیم. یعنی تا معلم نیاد کلاس رسمیت پیدا نکنه هیچ قومی عذاب نمیشن. وقتی پیامبر میاد مثل حضرت نوح، مثل حضرت هود، حضرت صالح، مردم تخلف کنن، پشت پا بزنن، معلم رو بیازارن، از کلاس بیرون کنن، کلاسشون رو تعطیل میکنن. بعد در ادامه میفرماد و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح. چقدر از اقوام رو بعد از نوح ما هلاک کردیم. اینم باز قرینه است که رسالت باید از حضرت نوح باشه. حالا اینم یک نظری است خلاف مشهور، روایاتی هم خلاف این هست، ولی نظرم مطرحه. اگر بخوایم جمع کنیم باید نظر قبلی رو بپذیریم که حضرت آدم نبی بودن، یه شریعت خاصی برای خودشون، بچه‌های خودشون آوردن. بعد از یه مدتی این دیگه تقریبا مقفول واقع شده که اینو بعضی گفتن فاصله ای افتاده تا زمان حضرت نوح. یه نکته دیگر هم هست، بلا استثناء قرآن کریم هر کجا تاریخ انبیا رو شروع میکنه از حضرت نوح شروع میکنه. خب اگر حضرت آدم نبی هم بودن، شریعتی هم داشتن، این مال زمان خودشون بوده. و بعد داستان در سیر تاریخ بشر عرض کردیم خداوند بشر رو به این دنیا آورده برای امتحان و آزمون. لازمه امتحان درس دادن و درس گرفتنه، پس باید معلمینی رو بفرستن. قرآن کریم تاریخ انبیا رو در موارد متعددی ذکر میکنن، در سوره های اعراف، هود، یونس، سوره شعرا، سوره انبیا، سوره قمر. 5 پیامبر رو در آیات متعددی پشت سر هم بیان میکنه و 5 قوم رو. حضرت نوح به سوی قوم خودش، حضرت هود به سوی قوم عاد، حضرت صالح به سوی قوم ثمود و حضرت لوط به سوی قوم لوط، حضرت شعیب به سوی قوم خودش. تقریبا این 5 تا رو در جاهای مختلفی پشت سر هم بیان میکنن که یه سیر تاریخی ویژه‌ای رو نشون میده. از داستان حضرت نوح قرآن آغاز میکنه. حالا من آیات سوره مؤمنون رو عرضه میدارم، بعد انشاءالله به تفصیل بیشتری اینکه چگونه این شریعت ها به بشریت ارائه شد، مردم و اقوام بشر چگونه برخورد کردند، خداوند چه تصمیمی در برخوردهای منفی با انبیا گرفت. وقتی اینا رو ببینیم دقیقاً احساس میکنیم یک کلاس زنده درس و بحث خداوند تشکیل داده و الان هم وضعیت ما درست در ادامه وضعیت اقوام گذشته است. قرآن کریم این داستانها رو بیان میکنه. چون فرصت نیست وارد بشیم، من آیه آخر سوره یوسف را یادآور میشم. قرآن 5 ویژگی برای
تاریخ و داستان انبیا بیان میکنه. یک، لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. در این داستانها درس آموزی برای خردمندان وجود داره، درس، سرگرمی نیست. دوم، ما کان حدیثا یفتری. اینا داستانهای سمبولیک نیست، ساختگی نیست، عین واقعه که قرآن بیان میکنه. سوم، ولکن تصدیق الذی بین یدیه. خداوند با بیان این داستانها تاریخ هدایت رو به رشته تحریر میاره، یا بگیم به تصویر میکشه. چهارم، و تفصیل لکل شیء. همه حقایق لازم رو در خلال این داستانها به بشریت ارائه میده. پنجم، و هدی و رحمة لقوم یؤمنون. این داستانها هدایتی است و رحمتی برای قومی که ایمان بیارن. یعنی اگر ما انشاءالله مؤمن بشیم و این آیات قرآن رو، داستان انبیا رو بخونیم، اینا برای ما هدایته، برای ما رحمته.